سلام عرض ادب و احترام خدمت شما دوستان عزیز. امروز قراره با هم دیگه در چنل فریال مگنوس کتابی رو معرفی کنیم که افراد موفق از این کتاب و تکنیکایی که داخل این کتاب هست استفاده میکنن تا به موفقیت‌های بیشتر برسن. کتابی که قرار معرفی کنیم قوانین رو به شما آموزش میده که برای رسیدن به تمرکزهای بدون توقف لازمه کار شماست و در هر حرفه و هر هنری هستید به تمرکز کردن نیاز دارید. به عنوان مثال، اولین کسایی که تونستن در آناتومی بدن بتونن تشخیص بدن که مثلا بریم خیلی عقب‌تر در تقسیم سلولی چه اتفاقی افتاده. مثلا اولین روندی که در سلول به وجود میاد و یک سلول تبدیل به 2 سلول میشه، 2 سلول تبدیل به 4 سلول میشه، 4 سلول تبدیل به 8 سلول میشه. اون فردی که این رو کشف کرده و در این علوم پزشکی سواد به دست آورده چی کارایی کرده؟ تمرکز کرده به نظرتون؟ توجهش رو گذاشته روی مهارتش، روی ذهنش؟ و یا کسانی که در برنامه نویسی کار میکنن یا کسانی که در مهارت‌های سنگین و سخت که فقط خودشون از پسش برمیان، شنیدید که میگن کارو بسپاریم به فلان فرد یا اون فقط اینو میدونه. اون فرد تمرکزش رو گذاشته روی این تمرکزی که بارها من تکرار کردم. یعنی چی؟ تمرکز کردن یعنی شما به غیر از این که جسمت درگیر کاره، ذهنت هم درگیر اون کاره. مثل تصویربرداری MRI که در جسم شما، مثلا MRI از دست، خب وقتی از شما این عکس برداری رو میکنن، الان علم به جای رسیده که از مغز هم عکس برداری میکنن. یعنی فعالیت های مغز شما در تنش و خشونت بررسی میشه که شما آیا این رو مثل یک مزرعه پر از ماشینالات سنگین کردی که روش میان، مثل اینستاگرام، مثل چک کردن پیج، مثل وقت تلفی، مثل اینا، این ماشینا روی مغزت مدام داره میان و میرن؟ یا بهشون رسیدگی کردی، بهشون آب دادی، بهشون موادی که برای باروری خاک مناسبه براشون مهیا کردی؟ و این کتابی نیست جز کار عمیق. کارل نیوپورت خودش معتقده که باید در هر زمینه‌ای که فعالیت میکنی کار عمیق بکنی. یعنی کارت رو از کار عادی به کار عمیق تبدیل کنی. خیلی از انسان‌ها کار میکنن اما کار عمیق کار هر کسی نیست. و به عنوان مثال کلی کار روی میزت هست، کارا رو اولویت بندی کنی و سریع بری دنبالش. یعنی انرژیت رو صرف چیزایی که شفافه و مهمه بذاری که تو توانایی انجام این کار رو داری و برای این کار وقت گذاشتی و کتابش رو خوندی. حالا این کتاب همچین چیزایی رو میگه که شما سریعتر رشد کنی، توانایی و مهارت‌های شناختی تو که برای حرفت مهمه افزایش بدی و این توانایی ها به تو کمک میکنه که سریع یاد بگیری و اون چیزی که یاد میگیری با کیفیت باشه. یعنی هم با کیفیت باشه هم سریع. خیلی این کتاب میتونه مفید باشه. اگر دوست داشتید میتونید تهیه کنید و بخونید. به شخص روی خود من خیلی تأثیر گذاشته. توی ویدیوهای بعدی در چنل فریال مگنوس میبینمتون. ما فعالیت‌های قبلیمون در رابطه با ورزش، مدیتیشن و آناتومی بود. این فعالیت‌ها همچنان در این چنل برگزار خواهد شد و ویدیوها رو به اشتراک میذاریم. شما با کامنت و نظر مهمتون که برای ما خیلی مهمه، نظر خودتون رو برای ما بفرستید و سابسکرایب کنید. در ویدیو بعدی میبینمتون. خیلی مخلصم.